تیم تحقیقاتی مجله نشنال جئوگرافیک به یک حشره بسیار پدرسگ لاشی برخورد کرده است که در مواجه با خطر برای حفظ جانش به طرف شاشیده و برنده میدان است. دمای شاش این حشره برابر با یک کتری آب جوش است. او کسی نیست جز سوسک شاشپاش. او برای پر کردن شکمش از مورچه های ولگرد استفاده می کند. مورچه هایی هم که شاخبازی در بیاورند به آنها شاشیده و خواهر مادرشان را به هم گره می زند. در بعضی موارد به علت دمای بالای شاش او احتمال نیم سوز شدن موتورش وجود دارد. مورچه مادر مرده افقی می شود.